خانم یکتا میخواین باشه شما از اون طرف شروع کنین من از این طرف بگوین اولش چیست؟ من شروع کنم به من از اینجا میبینم آشک یکی از غذای خیلی خوب و پرطرفدار مردم هزار است. اگر شما یادتان باشه در افغانستان در کابل و در وطنها کسی که میگه آشک پخته کرده آشک یک اسکیل خاص هم میخواه به خاطر که می آشک که پخته میکنه در بین او میندازه. باز اگر خانما آشپز خوب نباشه از پیش میشاره. دومیش هم که است بولونی است. این بولونی فرق میکنه. دو رقم بولونی داریم. یکی بولونی است که در بین روغن در سرخ میشه. این بولونی که است زیاد در بین روغن سرخ نمیشه در تاوا است به نظرم. بعد از دو پیرکی نام ازرگیش پیرکیه. اوکی شما اینا از اون طرف بگوین یک دو دانه را باز ما میگم. بله. در اینجا یک نان دیگی داریم که یکی از نانای معروفی ما هزارا هستن در تندور پخته میشن و طرفدارای زیادی دارن. بسراق هستن. بسراق یک شیرینی معروف هزارگی در ایدای از ما هستن. و سومی غذا قروتی یا نام دیگه چی دکتر هستن؟ همون قروتی است. بله قروتی هستن. اونایی که قاف تلفظ نمیتونن قروتی میگن. بله اینا ما آمدیم به نان اینی که کسک نان روغنی بعضی هایی را روت هم میگوین یک کمک از اون فکری که فرق میکنه یم کسک خوب است بسراق. چرا بسراق مردم زیاد خوش داره؟ اگه یادتان باشه بسراق چیزی است که زود خراب نمیشه. وقتی سفر میرین بسراق برایتان میمونه که در راه بخورین. سابقا که بود مثل این جواری نبود که مکدونالد و مثلا دیگر رستوران ها در راه خیلی زیاد باشه هر جای دلتان شد استاد کنین نان بخورین. در سفرهای دور که میرفتن بعض وقتا شبا در مسجد میموندن در راه میموندن به او خاطر همیشه مسافرها که خود بسراق داشتن. دیگه اینجا یک دیگه است ما به نام شوله قربندی میگم. اگر کسای دیگه نام داره لطفاً میره من همکاری کنه که شوله قربندی یک از غذای خیلی خوشمزه است. به نظر مزی برنج است، مشونگ است یا ماش است. دیگه پیاز هم چی میکنه در بینش روغن و با ماست یا چکه میخورن. نام دیگهش کچری قرود است. کچری قرود. اینه خیلی خوب شد که گفتین. بسراق هم که صحبت کردیم. حلوای سوجی. حلوا دو رقم حلوا داریم. یک حلوای سوجی است، یک حلوای سرخ. حلوای سرخ است یا حلوای سمنکی را خانما به نظرم قانوناًش باید از شب تا صبح سمنک در جوش ما دفچه زنیم، دیگران در خواب است ما چمچه زنیم. این خیلی وقت میگیره تا او رو پخته کنه. خیلی غذای پر انرژی است. دیگه حلوای چی که سوجی که است حلوایی است که یک چیزای مخصوص داره که با آرد سوژی پخته میشه. نمیدونم که می آردش آرد نخود است یا چیز دیگه. اگر دوستان میدونن اینجا اطلاعات خود که ما شریک بسازن. نوبت شما. اینجا ما میبینیم شیربرنج باز یک غذای هزارگی است که انواع شیر و برنج پخته میشه و روغن اصلی از چی استفاده میشه. باز در اینجا میبینیم بولانی. البته این بولانی ها در روغن پخته شده و خب یک غذایی که ما میدونیم که مورد پسندی همه هزارها هستن. و در اینجا یک نوع قروتی دیگه هستن که با یک قروتی بود ولی این هم مختلف هستن. نان ملیده میگم بخوانیم. نه قروتی. دختافر خب عالی بود عالی. قروتی اون طرف است. بله اینمی شیربرنج است. این رو نمیدونم سابقا که بود شیربرنج که پخته میکرد باز راستای با شیر روغن تو میداد که بخوری. امروز ما یکم تغییرش دادیم و دزرت تبدیل کردیم. دیگه سرش پسته و چهارمغز هم انداختیم که مثل دزرت استفاده شود. نان ملیده. این نان ملیده. نان ملیده. یکی از نامش نان ملیده است. چنگالی، نان ملیده در هر قسمت شاید هزار جا نامای مختلف داشته باشد. این را میگیره نان اول خشک میکنه قانوننش
بازی را خوب ریزه میکنه، بازی را که روغن کسک همینطور خوب تر میکنه. به حساب یکم شکرم درش میندازه، یکم شیرین هم هست، شاید شیرین باشه، یکم تا تست کنید. از او که تر شویم میرسیم به شوروا. شوروا را که همه خبر دارین که در افغانستان کسک شوروا یک غذای معمولی و غذای خیلی پر استیج مردم ما هست. مخصوصا در میمانی ها، در نظرها شوروا میته. لاندی در تابستان ها که گوشت تازه رو شوروا جور میکنه، در زمستان ها هم لاندی داریم که از او شوروا جور میکنه. آش داریم اینجا. آش میبینیم که آش هم خب یک غذاییه که همه ما استفاده میکنیم، مردم طرفدار زیاد دارن. و این هم یک نوع شیربرنج دیگه هستن. این الوای سفید هستن. الوای سفید چقدر خوب. اینی غذایی است که اتفاقا ما داریم که خوشحال هستیم که قومایی را جور کرده. من خودم خیلی ازش رو نمیدانستم، این خیلی خوب شد آشنا شدم دیگه. حتما خانم خودم میگم در یوتیوب سرچ کنه و پخته کنه. اصل هدف اینمی جمع شد اینمی است که از فرهنگ خود، از کلچر خود، از غذاهایی که میخوریم، از ورزشایی که میکنیم، از آداب و رسوم مردم خود آگاه شویم. خیلی مهم است مخصوصا برای بچه‌های ما که این غذاها را بدانن. یک وقتی مثلا وقتی که از مردم خود، از فرهنگ صحبت میکنن، غذاهایشان هم بدانن، خیلی خوب هستن. من نامه غذا رو میگم تا شما چی کنید دیگه. این لیتی است. نظر در مناطق لیتی هم میگن نامه مختلفه دیگه. خیلی خوب. اصلا من لیتی رو زیاد نمیدونم. سابقا که بوده مادرم فقط این غذای خانما ما نخوریم. بریان است. همون رقم نبود. ما که نمی رقم نام لیتی شما نخوریم. اوگره واجه دیگه. اصل امو چی است نامش؟ نان بوته رو ما اتفاقا یک دفعه در پارک هم پخته کرده بودیم، خیلی خوشمزه است. چیزی نزدیک قروتی از همون فامیلیاست ولی خیلی خوب است. در افغانستان که بود در بعضی مراسم ها یک دونه تشت خوب هم تو کلان بود. خب در بین از اون نان بوته رو خوب جور میکرد، باز در وسطش دوغ و روغن رو مینداخت، پیاز هم زرد میکرد. وقتی که دوستا میخورد هرچی که دمی روغنش نزدیکتر میشدی مزه زیادتر شده میرفت. خیلی ها خوش داشت دمی دور اول نشینه، میگفت دور اول شکم خشک است، هرچی پایین تر بری. تقریبا این یک تپشی اگر اشتباه نکنم یک تپشی رو میگفت جور میکرد دیگه. 4-5 بار مردم ها دور میزد، از اون میخورد و مثلا سیر میشدن و میرفتن. نمیدانم که امروز کس میدانیم که به خاطر پرسونال هایجین و به خاطر نظافت میگن که این خوب نیست، مرضا اینا از یک به دیگر انتقال پیدا میکنن، ولی در اون وقتا برای سالها مردم ما میخورد، هیچ مشکل هم نداشته. آقای دکتر پس درباره دلدم شما بگیم دیگه. دلده رو من نمیدونم، همون رو شما بگوید. دلده رو من خوب تشریح میاد. اینه دلده رو بیتین برای تشریح کن. سلام علیکم. سلام. دلده کی است از کندون جور میشه، بسیار بامزه است و افتخار شک. تشریح یکی و خلاص. در وسط دلده یک چیزی هست، همون چی هست وسط؟ روغن است. پس دلده رو میگیره در روغن میزنن بعد نوشجان میکنن، درست است؟ خب اینی غذا کلش برای دوستایی که ورزش میکنه و قهرمان میشه برای از اوناست. اون سبزی هم ببخشید سبزی جز شورباست دیگه، اون حتما با شوربا خورده میشه. نانبوچه خورده. اینه نگفته. چرا اینو نگفتم؟ نه. چلبک، ما چلبک میگیم. نه؟ چلبک. اینمی چلبک هستک. این چی کار میشه؟ بولونی پخته کردین سبزیتون که کم شد آردتون اضافه میکنه باز اونمون چلبک جور میکنه. ولی اصل نه میتونه تنام جور کنه، ولی اکثریت وقتا در خانه ما اینمی اتفاق افتاده وقتی که سبزی و کچالو خلاص شد میگنی دیگه شه چلبک جور کنید، باز اونمون در بین روغن جوش میته میشه چلبک که انرژی زیاده داره. آره تشکر یک جان. اینال میرسه نوبت به چی؟ به ورزش ها و سرگرمی هایی که ما مردم
در مناطق هزارجات داریم. در قسمت ورزش به خاطر هزارجات یک سرزمین وسیع